در وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان بخشیده به 26مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان جمع آمد برگزار گردید. در چورابین کارمندان دستگاه مرکزی و عالمان ساحه حقوقی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت اشتراک نموده در موضوعهای گوناگون معروضه کردند. تاکید گردید که نقش کنستیتوسیا به صفت قانونی اساسی در بنیاد دولت صاحب استقلال تاجیکستان به دست آوردن وحدت ملی، پایداری صلح و وحدت و تأمین حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند بسا بزرگ است. نتیجه موجودیت کنستیتوسیا و تأمین ولایت قانون بود که امروز جمهوری تاجیکستان به پیشروی‌های نظررس نائل گردیده است. با قبول گردیدن کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی به صفت دولت صاحب استقلال، حقوق بنیاد، یگانه و دنیوی اعتراف شد. حاضرین ابراز داشتند که کنستیتوسیا همچون بختنامه ملت و سند بنیاد سیاسی راه من بعده پیشرفت و ترقیات دولت آزاد و دموکراتی ما را معین نمود. در خدمات گمرکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به سالگرد نوبتی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان جمع آمد ایدانه برگزار گردید. حاضرین وابسته به قبول کنستیتوسیا و ماهیت آن ابراز اندیشه نموده ابراز داشتند که 26 سال مقدم 6 نوامبر سال 1994 شهروندان تاجیکستان توسط رایپرسی عمومی خلقی سند سرنوشت سازی را قبول نمودند که آن اساس رشد من بعده دولتداری تاجیکان گردید. کنستیتوسیا همچون دستاورد بزرگ مردم تاجیک زمینه‌های حقوقی بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی تاجیکان را فراهم آورده، شرط عالی افاده حقوق دولتداری ملی، حمایه منفعت‌های ملی و حفظ حقوق هر یک شهروند مملکت میباشد. ذکر گردید که قبول کنستیتوسیا دستاورد ملی بوده، با به دست آوردن آن در تاجیکستان نظم و نظام به اعتدال درآمد و به نظامی و به ترتیبی ها از بین برده شد. در فرجام جمعیت کارمندان جوان خدمات عاید به حقوق و آزادی های انسان و شهروند فرقیت کنستیتوسیا قبول گردیده دوران استقلال و برتریت های بیشتر داشتنش از دیگر کنستیتوسیا ها فکر و اندیشه خویش را بیان داشته با پای کنستیتوسیا را شرح و توضیح دادند. بخشیده به